بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. این سورت به نام حامیم از سجده یاد میکنه، به خاطری که کلمه سجده در اینجا آمده و این نکته مهم بوده. چرا؟ به خاطری که مشرکین هم سجده کرده، از او خاطری این را به نام سجده حامیم هم برش میگه. در اول کلمه ازی در اول سری این سورت کلمه حامیم آمده. به نام فصلت هم یاد میکنه، حامیم فصلت، به خاطری که کلمه فصلت پشتی سر آمده. صفت قرآن هم معرفی میکنه که قرآن کدام صفت داره، از او خاطری نام ها مانده شده. 61 سورت است که قبل از سوره شورا و بعد از سوره مومن نازل شده. سورت مکی است. سورت های مکی همیشه معالجه اعتقادیات میکنه، بحث از اعتقادیات میکنه. چرا؟ زمان و دور مکی پیغمبر علیه السلام وظیفش امی بود که تا عقیده درست در قلب مؤمنات جاگزین بسازه، خب محکم شوه. عقیده که درست شد خود به خود اعمال درست میشه. ارتباطی سورت قط ما قبل رد شرک در دعا بود. در وقت حاجت خواستن به یک الله باید آدم عاجزی کنه و از او بخواه، دیگه چیزا نخواه. در اینجا الله تبارک و تعالی سه وهم یا سه شبهه را که برای مکذبین است او را دفع میکنه، شبهاتش جواب برش میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم الله علم سری اصل مقصدش، لیکن نکته ایجا است اشاره میکنه قرآن از زمین حرفا جور شده، لیکن با وصفی که ترکیب از زمین حرفا یافته. هیچ کسی توان برابری و مقابله را با قرآن نداره، از او خاطر قرآن معجزه است. قرآن کلام الله تبارک و تعالی است، قابل است که پیروی ازی شود. تنزیل من الرحمن الرحیم. نازل شدن قرآن کریم از جانب ذاتی است که رحمان است، مهربان است. رحمتش تقاضا کرده که قرآن بیا برای هدایت شما، برای کامیابی شما. الرحیم رحم کننده است. یک مطالب عمده را الله در قرآن ذکر کرده که سبب کامیابی تان میشه. چه رقم کتاب است؟ کتاب خیلی با عظمت و بزرگ است. کتاب است، کتاب بزرگ است. چه رقم بزرگ است؟ فصلت آیاتو جدا جدا کرده شده. مضامین قرآن کریم واضح ذکر کرده شده. مضامین امی قرآن کریم یک معنی. فصلت آیاتو که جدا جدا واضح شده. امثال، دلائل، مواعظ، تخویفات، بشارات، همه مطالب قرآن کریم جدا جدا واضح بیان شده. قرآن جامع است. قرآن اینجا به معنی جمع کننده تمام مقاصد است. عربیاً خیلی واضح با فصاحت و بلاغت که بسیار شیوه جذاب و دلنشین داره، صدای شیرین داره. لقوم یعلمون، برای قومی که از علم کار میگیره، کسی که صلاحیت تفکر و فهم داره. در اصطلاح امروزی ما دانشمند است. اونو مردم میفهمه که قرآن کدام کتاب است. و مردمای عادی و مردمایی که قوه تفکر نداره، تعقل نداره، از قرآن چی میگیره؟ قرآن چیست؟ کتابی ثواب، بوسه کردن، در پیشانی بزن، در لبا، پس امونجا در رفت بگذار شه. یعنی قدرش هم این بسیار قدرش قرآن کرده. زنا باز قدر قرآن چی رقم میکنه؟ رختای جدید برش پوش کرده، همشیرین برش نظر کرده. همشیرین یک وقت قرآن همی کشی 50 دانه پوش میداشته باشه. چی؟ قرآن به این خاطر نیست. قرآن بیان کننده مطالب و مقاصدی که سبب ترقی انسان میشه. قرآن جامع از اوست، از او خاطر میگه بشیرن بشارت دهنده است، خوشخبری میده به کسانی که با این قرآن رابطه پیدا میکنه، خود سری مطالب قرآن آگاه میکنه، بعد از او تطبیق عملیش میکنه در زندگی خود. و نذیر بیم دهنده است به کسانی که اعراض از قرآن میکنه. فاعرض اکثرهم، پس اعراض کرد اکثریت اهل مکه. فهم لا يسمعون، اعراض میتونه اعراض که حتی ماده به شنیدن نیستن، نمیشنوه قرآن. الله رحم بکنه. این صفت کی بود؟ مشرکین مکه. لیکن امروز مردمی را میبینه که قرآن نمیشنوه، قطعا نمیشنوه، تو هم نمیمانه. قرآن علی برای ما بیان میکنه. خب گوش نواز کنی. و قالو، شنیدن خود چی میکنی؟ در مقابل پیغمبر علیه السلام استاد میشه، میگه قلوبنا فی اکنة، دلهای ما در پرده ها و پوشش هاست. دلهای ما مکمل پرده ها و پوشش ها فرا گرفته، آواز قرآن برش نمیرسه. مما از آن چیزی که تدعون، شما دعوت میده ما را الیه، بس او چیز که او یکتا پرستی الله است، عقیده توحید الله است. و فی آذاننا، در گوشای ما که وسیله شنیدن است، وقر، گرنگی است.
آواز ما گرنگ شده نمیشنوه. او را چی میکنی؟ و من بیننا و بینک حجاب، ده بین ما ده بین تو پرده است. پرده است، حتی دیدم نمیتونیم. ببینی بغاوتی از یاره، جهلی از یاره، عنادی از یاره. باز چی میگه؟ برو فعمل، بکو انجام بده، ایننا عاملون، تو کاری تا بکو ما کاری خودم میکنیم. دیگه ما را زیاد جور و آزار نده، همون قرآن از تو باشه، ما را دیگه چیزی نگوی، ما میدانیم. همینطور چی میشه؟ بزد میشه، ایگه پارا میزنه. این مردم ها چقدر موانع را برای قرآن ذکر میکنه. دلای ما دا پوشش هست، دلای ما دا پوشش هست. عتبه ابن ربیعه که مشهور به ابوالولید بود، ابو جهل قطع یک تعداد مردم جمع شدن. این آدم خیلی دانسته و خیلی دانشمند میدانست خدا. مردم در گردش جمع شد، آمد یا ابوالولید، گفته برادر ما خود تنگ آمدیم، این پیغمبر که دعوت داره ما را آرام نمیمانه، مردم دعوت داده رایسته، یک راه را برای ما ترغیب کو، یک چیزی را برای ما در دست بده که ما امور را بگویم و نجات پیدا کنیم. این خو هر روز مردم دعوت داده رایست. ولید گفت مرا موقع بده، باز ما غم یزی را میخوریم. قوم رفت، ولید آمد. امی ولید آمد، پیغمبر علیه السلام گیر کرد. گفت چه آورده ای تو که به مردم گمراه کرده رایستی؟ نعوذ بالله، سحر است، شعر است، چی است؟ پیغمبر علیه السلام گفت نه، قرآن است. خب برش میگه که نه، گبزی بزن، بیادرزاده خطاب کرد. اگر مقصد جمع کردن مال باشه ما برات مال جمع میکنیم، اینقدر مالدار شوی که هیچ کس برابری تو نداشت. اگر مقصدت پاچایی باشه ما تو را ملک خود جور میکنیم، بس پاچایی. اگر نیکی نعوذ بالله کدام جن و شیطان برات میآید، بیا که علاجی تا بکنیم، ده فلان بتا ببریم که مو علاجی تا بکنه او تو جور شوی. پیغمبر علیه السلام برش میگه، این پیشنهادا را کرد. پیغمبر علیه السلام شروع کرد، این سورت شروع کرد. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. زمانی که رسید در پشت سر آیت میآید. او آیت چیست؟ فاین اعرضوا، آیت 13 است. فاین اعرضوا فقل انذرتکم، اگر یا اعراض میکنه از شنیدن همچو کلام، پس برش بگو که انذرتکم، شما را میدم صاعقتا، از عذاب هیبتناک، آواز هیبتناک، مثل صاعقه عاد و ثمود، با مثل آواز هیبتناک هلاک کننده عاد و ثمود یاواره. یک دم ولید خیزد در دهن مبارک پیغمبر علیه السلام دستمان، قومی تباه میکنی. خو مردکه ای قدر زیر تاثیر آمد که رفت قرا خو کد دیگه جای در گوشه. قوم گفت ولید کجا شده برادر؟ گمان میکنیم که پذیرفت دعوت پیغمبر. رفتن در خانهش، گفتن چی شدی تو؟ خو ما را میگفتی که یک چیزی برای شما در دسترس میدم، دستاویز میدم، شما مقابل پیغمبر کنی. و میگه والله سمعت قولا ما سمعته، چیست قطو، اتور گفتار شنیدم که گاهی هم نشنیده. قسم خورد که والله ما هو بالسحر، او کلام سحر نیست، ولا بالشعر ولا بالکهانت، نه شعر است نه کهانت است. بعد از او صدا کرد یا معشر قریش، ای قوم قبیله قریش، اطیعونی، اطاعت مرا بکنی، او اجعلوها لی، اوی را برای من حساب بگردانی، او در بین موی مردکه یا حائل شوه، در غیر از او ایران نداره. یک دم سر و صدا بلند شده، هو احمق شده ای آدم، رفته پذیرفته. وقتی کی گپا را باز بالا کردن، باز گفت که مرا بانه که خیر ما یک فکر بکنم. نه ما خود دین از او نرفتم، لیکن کلام اینطور کلام است که هیچ گپ ندارم در مقابلش که جور کنم که اینی کلام است. چرت زد. بعد از او باز گفت بله برش سحر بگویم، چرا که تاثیری خیلی زیاد داره. شما بگوی قرآنی که از زبان مبارک پیغمبر تلاوت شوه، زبان مبارک کی که یک دم چیست بگوی مجسمه تقواست، خشیت الله است و یک دم دلسوز است. او کلام چقدر شیرینی داره، چقدر زیبایی داره. از امو خاطر بود که پیغمبر علیه السلام تلاوت میکرد، می خود کفار، می خود ابو جهل لعینم پٹ میرفت کلام پیغمبر، تلاوت پیغمبر گوش میگرفت. لیکن عناد و ضد یا روا داشته بودن که بعد تسلیم نشوه. عناد و ضد قرآن واقعا نمیطور است، یقینا نمیطور است. خو عناد و ضد ما را نمیگذاره.
دکانداری سابقه مانع از این گپا میشه. همون کسایی که دادی ولایت میکنه مردم خود مرشد مقرر کرده، بگو در کجا خوانده قرآنه؟ در کجا ترجمه کردی؟ تو چطور در مرتبه ولایت میرسی که قرآن نمیدونی ولی میشی؟ از کجا؟ خب میفهمه که واقعا ما خطاستیم، ننگ برایشان چی میشه؟ پیش میشه. تمام روز اشعار جامی رو چیسته بیدل و مولانای چیسته روم امیر خوانده و از او دلیل گرفته به مردم چیزای میگه که هیچ پرسان نکن. حکایتایی را قصه میکنه که بیخی نعوذ بالله میگه یهودی در خانه پیغمبر شب تیر کرده بود، نعوذ بالله گندگی کرده بود، پیغمبر خودش توشک صبحی نعوذ بالله گرفته بود پاک کرده رایی بود. دمی روزام در کدام رادیو گفته شده. گوش بگیری کدام نسبت اهانت نیست که به پیغمبر نمیکنه. به نام چی؟ به نام اخلاق پیغمبر. اخلاق پیغمبر است؟ نعوذ بالله. بله پیغمبر عالی ترین اخلاق دارا بود، لیکن الله انبیاء علیهم السلام خود نعوذ بالله در کارهای اهانت مبتلا نمیکنه. خوی مردم ها گفته رایست علتش چیسته؟ نه به حدیث پیغمبر رابطه دارن، نه به قرآن کتاب الله که آن چیزی که شایان پیغمبر است امور بیان کنن، اوتر نمیکنن. و این مردم کفار مکه همچنان بود. خو چی میکردن؟ کل تلاشش به خاطر نمی بود که قرآن شنیده نشوه. از قرآن مردم دور نگاه کنیم. تبلیغات پشتی سر میاد. ان شاء الله باز اونجا بیان میکنیم که عیناً صحنه او روز امروز وجود داره یا نداره. اما دشمنای قرآن امروز هم وجود داره یا نه؟ ولو که خدا محبین قرآن مؤمن به قرآن میدانه، لیکن عمل کردشان نمایندگی امو دشمنی قرآن میکنه که باز بر ما میاد. خب قل انما انا بشر مثلکم. پیغمبر علیه السلام در جواب میگه من خو یک بشر هستم به مثل شما یوحا الیه. پیغمبر چقدر جوابی مقنع میگه ای مردم چرا وار خطا شده؟ حتی که آماده نیستی که گپی مرا بشنوی به گوشیتان، بلکه میگی که نه گوشای ما پرده است، در بین ما و تو پرده است، گوشای ما کر است. بیم آماده نیستی؟ ما خود دعوای الوهیت نکردیم خدایی را، و ما دعوای پیغمبری را نکردیم، ما دعوای خزانه ها داشتن نکردیم. ما چی دعوا دارم؟ چرا حراس داره؟ چرا میترسی؟ ما فقط میگم انما انا بشر مثلکم، من مثل شما وار یک بشر هستم. امتیاز از کجا پیدا شده؟ یوحا الیه، بله مسلسل وحی کرده میشه بر ما، گپای خود ساختی خودم نیسته، سر ما وحی کرده میشه. خب بزرگترین نقطه وحی ما، مهمترین نقطه وحی ما کدام است؟ انما الهکم اله واحد. نقطه که تمام جار و جنجال از زمین نقطه پیدا میشه. شما هم قطعا ضد داره. انما الهکم که یقینا معبود لایق پرستش و بندگی شما، حاجت رو و مشکل کشای شما اله واحد، یک الله است. فاستقیموا له، پس راست متوجه شوید طاعت و عبادت به یک الله تان، به دیگه کسا توجه نکنه. بتا نعوذ بالله بیا شما توجه نکنه. واستغفروه، گذشته تانه که خطا کرده رای غلط پیموده بخشش طلب کنی. و ویل للمشرکین، هلاکت برای کسانی هستند که بازم رای شرک می پیماید، بازم روان است. ما خود دیگه چیزا نگفتیم. چی گفتیم؟ از شما چی مطالبه سنگین کردیم؟ شما را به کدام کاری سنگین مکلف ساختیم؟ کردیم؟ کلا. ما نخواستیم که برای ما پاچایی بده، نخواستیم که ملک و مال بده، نخواستیم برای ما قدرت بده، هیچ چیز هم نخواستیم. فقط یک بیان دارم، بیان بپذیره که لایق پرستش و بندگی تنها کیست؟ علمای حق هم امروز از مردم نه اسقاط طلب داره، نه صدقه فطر طلب داره، نه پوستی قربانی را، و نه پیسه ختمه، نه پیسه چی را بگوی دیگره، هیچ چیز طلب نداره. از مردم چی طلب داره؟ بگوی بندگی کی را بکنی؟ یک الله را، از یک الله بخوای. خب مردم قطعش چی رقم است؟ امیر میگه فاستقیموا له، استقامت اختیار کنه در ایرا، عقیده حق کی پذیرفت، آل ثبات و پایداری را اختیار کنه، آل تابع ما حول و محیط نشوه، تابع رواجای مردم نشوه. استقامت پشتی سر مسئله استقامت میه، براتون تشریح میکنم. اگر میگی که ما خود تالی را خطا بودیم، واستغفروه، از الله بخشش طلب کنی، الله بخشش میکنه. الذين مشرکین کسانی است لا یؤتون الزکات، که نمیده زکات. زکات خود دوری مکی فرض نشده، اگرچه بعضی مفسرین میگه اصلی فرضیت زکات در مکه شده،
بله بیان مقدار وی گپایش در مدینه منوره شده. از همون خاطر بعضی مفسرین همین زکات میگیره و بعضی میگه انفاق مطلقانه، خدا کنه که فرضی باشه یا نفلی. او کسانی که نمیده زکات، او بعضی خو میگه که زکات معناش پاکی است، خدا پاک نمیکنه از کفر و شرک، و هم بالاخره هم کافرون، یا با آخرت انکار میکنن، آخرت نمیپذیره. خب قرآن کریم دو نکته را اینجا اشاره میکنه. مشرک کسانی است که از حساب کتاب شانه را خالی میکنه، میگه نیست. دوم کسانی است که برنامه مالی نداره، غمی مخلوق الله را نمیخوره، داره به کس نمیده، یعنی شوم و بخیل است، دادگی الله را مصرف نمیکنه. ان الذين آمنوا یقینا کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات عمل درست انجام میده، لهم اجر غیر ممنون، برای از یا مزدی است که قطعا نمیشه، قطع نمیشه. ممنون یک معنی. دوم غیر ممنونین که منت و احسان سرشان مانده نمیشه که چرا استفاده کردی. چرا مؤمن که از رزق الله استفاده کرده شکر گزاری کرده، از او خاطر احسان مانده نمیشه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام انکم لتکفرون، آیا شما انکار میورزی بالذی، به ذاتی که خلق الارض، زمین پیدا کرده، فی یومین، در 2 روز، و تجعلون له اندادا، شما میگردانی برای الله اندادان شریک. ذالک رب العالمین، امی پیدا کننده زمین، مالک و متصرف کل مخلوقات است، مربی کل مخلوقات است. و جعل فیها، گردانیده در این زمین، رواسی کوها را، من فوقها، بالای زمین، به خاطر که زمین لرزه پیدا نکنه. و بارک فیها، انداخته برکت انداخته در زمین. و قدر فیها، اندازه کرده در زمین، اقواتها، روزی های زیره، خوراک های زیره، مواد خوراکی زیره. اینا یعنی رزق از زیره اندازه کرده. چه رقم اندازه کرده؟ هر حصه الله رزق مناسبه تقسیم کرده، به مو منطقه میده. کدام منطقه لیاقتی باران نداره، کدام خشکی نداره، بعد از اون میوه ها را همینطور، دانه ها را همینطور. چه یک تقسیمات عجیب است. اگر الله کلی میوه ها را زیاد پیدا میکرد، یک میوه را در افغانستان، خود دیگه میوه یک دانه نمی بود، یک میوه گنده میشد. هر چیز میوه را به مو اندازه پیدا کرده که نه کم میشه و نه بیخی نعوذ بالله بوی بکنه که جهان از پیشش دیگه زندگی نکنه. خوراکا همینطور. یک سازماندهی منظم از پیدا کردن میوه ها و غله ها و دانه ها الله تبارک و تعالی مقرر کرده، هیچ کم و بیش نمیشه. الله تبارک و تعالی برای انسان ها در هر جای همون مورد ضرورتش برش میرسانه. اگر اینجا کمی کرد از مملکت دیگه به انتقال برش میرسه. این کلش نظام کیست؟ و قدر فیها، اندازه کرده در زمین، اقواتها، مواد خوراکیش، فی 4 ایام، در 4 روز، سواء للسائلین، کامل برابر برای درخواست کننده، کسایی که تقاضامند است برشان مکمل برابر به اندازه میرسه، زیاد و کم نیسته، نه بیخی قحطی است نه بیخی سیری که هر چیز بوی بگیره، هر چیز به اندازه است. اینجا 4 روز میگه، حالان که روزها زمین 2 روز شد او آسمان خود 4 روز. 2 روزی 4 روزی 2 روز هم در روی زمین تمام چی را برابر کرده، او 2 روز در برای پیدا کردن آسمان است 8 روز میشه. نه، این 4 روز با شمولی 2 روزی چی است؟ سابقه زمین است. یعنی اینجا 2 روز مصرف شده برای ازی. آلی زمین پیش پیدا کرده آسمان. اختلاف در بین مفسرین است. راجح است که بعضی میگم آسمان ها را پیش پیدا کرده، زمین پشت سر، لیکن نه، اصلی زمین پیش پیدا کرده. خو ای مواد خوراکی را در زمین مقرر کردن، ای را بعد از آسمان پیدا کرده. ثم استوى الى السماء، بعد از او توجه کرده، قصد کرده به سوی آسمان الله تبارک و تعالی. و هی دخان، در حالی که مواد مثل دودواری بود. حالی هم در فضا همچو مواد وجود داره. سابق هم آسمان اینمی رقم بوده، یعنی اصلی مواد آسمان اینمی رقم یک نوع گاز بود. فقال لها، گفت الله برای امی آسمان، امی گاز، امی دخان، وللارض، برای زمین، ائتیا، بیاید، یعنی قرار بگیره، طوعا او کرها، بخوشی یا به زور، به ناخوشی، به هر رقم که باشه. منظور است شما قرار بگیره به مو وضعیت و کیفیتی که الله خواسته دیگه. اینطور نه که برش امر و فرمانی زبانی کرده باشه. قالتا اتینا طائعین، یا هم گفتن یا الله یا را گویا کرد، یا است که مراد از آمدن، مراد از گفتن ظاهر شدن به مو وضعیتی که الله اراده کرده بود. قالتا، گفتن اتینا، ما آمدیم، یعنی قرار گرفتیم
طائعین بر رضامندی امو قسمی که تو اراده داشتی الله امو رقم قرار گرفتیم. ساینس جدیدم بعد از تحقیقات ثابت میکنه که آسمان ها اصلی موادش چیسته؟ مواد دود گازی بوده و بعد از الله تبدیل به یه حالت کرده. این است که تحقیقات جدید ایره تایید میکنه. سیارات و سیاره ها کلشی نمیتور بوده که مواد گازی بوده، حالی هم در آسمان در فضای نمیتور مواد گازی وجود داره. فقضاهن سبع سماوات، ساخت جور کرد الله تبارک و تعالی هفت آسمان فی یومین در 2 روز و اوحا فی کل سماء و فرستاد فرمان داد در هر آسمان امرها امو چیزی که امو احکامی که مناسب امو آسمان بود، یعنی تدبیر مناسب در آسمان هم کرد. چیزی را که الله خواسته بود که در آسمان کی را پیدا کنه، چه قسم پیدا کنه، چی ضرورت است، کلش الله برابر کرد. از این آیت معلوم میشه که آسمان ها 7 است، 7 طبقه است و این آسمان دنیا را برای ما بیان میکنه، دیگه شا میگذاره که از چی ساخته شده و چی کدام مخلوق در اونجا چیست آباد شده. و زینا السماء دنیا، ما مزین کردیم، زینت دادیم آسمانی نزدیک به مصابیح، به چراغا، ستاره ها به مثل چراغا برای ما وانمود میشه، بسیار زیبا. و حفظا، نگاه داشتی میره از اینکه جنیات بالا بروه، بلکه می ستاره ها شعله میگرده پشتی جنیات میروه. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اینمی که تو میبینی تدبیر و اندازه ذات عزیز زبردست است، علیمو که میدانه کل مصلحت را. اینی اندازه هاست که الله کرده. آلی یک فضای آسمانی نزدیک الله با کدام سیستم برای ما جور کرده؟ ایره کی کرده؟ الله تبارک و تعالی. این مراد از 6 روز کدام روز است؟ بعضی مفسرین میگه دو وقتا خو روزا نبوده. چرا روز خواست چیستا گردش آفتاب و مهتاب پیدا میشه؟ مراد به اندازه روزها اینقدر وقت مصرف شده بود که به اندازه 6 روزی فعلی ماسته. یا مراد از روزا امور روزایی که در پیش الله است، که در قیامت است، که یک روزی چند است؟ 1000 سال است. پس الله تبارک و تعالی 6000 سال تیر شده ای گپا به وجود آمد. الله خو میتونست که کن فیکون کنه، لیکن تعلیم داد به بندگان خود که امور زندگی شما به تدریج پیش میره. یک مرتبه هر چیز به صورت دفعی به وجود نمیاد، تدریجا است. شما از تدریج کار بگیره. خب فین اعرضوا فقل انذرتکم، اگر یا اعراض کردن امی مشرکین نپذیرفتنی طور کلامی که خیلی شیرین و صدای دلکش داشت، جذاب بود، مشتمل به دلایل واقعی بود، فقل برشان بگو انذرتکم، شما را بیم میدم، صاعقتا از عذاب سخت. صاعقه میگه آواز هیبتناکه یا عذاب سوزانه، این کلش ممکن است. صاعقتا آواز هیبتناکه مثل صاعقه عاد و ثمود، به مثل آوازای هیبتناک یا عذابای سختی عادیا و سمودیا. این دو قوم به خاطر خاص کرد که در پیش روی عربا وقت سفر میکردن، در مسیر راهشان آثار و نشانه هایشان بود. اذ جاءتهم الرسول، در آن وقتی که آمد برشان پیغمبران علیهم السلام، من بین ایدیهم و من خلفهم. دو مطلب داره، یعنی وقتی که آمد پیغمبران پیش از یام در قومای دیگه و بعد از این در قومای دیگه، و برای خودشان هم پیغمبران آمد. چیزی جدید نبود که یا ناشنا میدانست انکار میکرد، بلکه امر آشنا بوده، سابقه داشته. یک معنا. یا آمدن انبیا علیهم السلام به دعوتشان، من بین ایدیهم از پیش رویشان و من خلفهم از پشت سرشان. مطلبش چیسته؟ یعنی هر صورتی دعوت پیغمبران اختیار کردن تا که مردم بفهمه. گاهی مثال بیان میکرد، گاهی دلیل بیان میکرد، گاهی عذر میکرد، گاهی یارا به خودشان پیشنهاد میکرد. همه صورتهای دعوت اختیار کردن انبیا علیهم السلام. لیکن این مردم چه رقم در رأس دعوتهای کلی انبیا علیهم السلام امین نقطه بود: الله تعبدوا الا الله، که عبادت نکنه بجز از کی؟ الله تبارک و تعالی. نقطه مهم دعوت انبیا علیهم السلام امی بود. قالو گفتن در اعتراض، نعوذ بالله، لو شاء ربنا، اگر پروردگار ما میخواست، لانزل ملائکتا، در جای شما میفرستاد ملائکه، فإنا بما ارسلتم به، یقینا به اون نظام و شریعتی که شما روان کرده شده، کافرون ما انکار میکنیم. چیزی که آورده دروغ است، هیچ رسالت نداره. اگر الله روان میکرد، ملک روان میکرد. فاما عاد، الله میگه در حالی که نمیدانه که معلم و مربی برای هر کس از جنس خودش میباشه. چرا؟ آموختن یا تعلیم یافتن از جنس خود میشه. جنس خود باشه که از درد و احساس تو آگاه باشه، از گرسنگی و تشنگی تو آگاه باشه، از غضب و عدم غضب تو آگاه باشه. زمینه چیست؟ تاثیر نفوذی دعوت
کی برابر میشه او را بدانه. ملک خو نه خوراک داره نه نوشاک، نه احساس غضب میکنه نه از چی را بگو عدم غضب. چطور بدانه که در کدام موقع سری تو گپ تاثیر داره؟ از این غافل بودن. الله میگه فاما عادون، هرچی عادیا بود فاستکبروا فی الارض، تکبر ورزیدن، خدا کلان تراشیدن در روی زمین بغیر الحق، و ترام نبود که واقعا کلان بودن. و قالو گفتن من اشد منا قوتا، کیست از ما کرد از روی قوت؟ لشکرهای خیلی زیاد داشت، تنومند بودن، جسه های قوی بود، هیکل قوی داشتن. اولم یرو، الله میگه یا نمیبینن، ان الله یقینا الله الذی مزات از خلقهم که یارا پیدا کرده، هو اشد منهم قوتا، الله خیلی از یا کرده قوت قوی داره. امروز هم دنیای استکبار همینطور میگه کیست که از ما کده با ما قوی داشته باشه، نیروی قوی داره؟ ما میگیم الله، اما ذاتی که شما را پیدا کرده از شما کده قوت بزرگ داره. و کانوا بیااتنا یجحدون، بودن به دلایل ما یجحدون، از روی عناد منکر میشدن، چی رد میکردن، نفی میکردن. فارسلنا علیهم ریحا، ما روان کردیم بالایشان باده سرسرن خیلی شدید و تیز، فی ایام، در روزهای نحسات که در حق ازوا خیلی شوم بودن. یعنی چیست؟ روزهایی که برای ازوا خیلی چی شد؟ بخیر شد برشان. لنذیقهم، که بچشانم یار عذاب الخزی، عذاب رسوایی در مقابل تکبرشان که خود کلان میتراشیدن، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا، ولعذاب الاخرت و اخزا، عذاب آخرت از این کدام رسواتر است. و هم لا ینصرون، امدادشانم کردن نمیشه. نمیبینه مشرکین مکه قومی عادیار قوتشانه که یا مبتلا به موسر نمیشون، رای انکار چی را اعراض پیش گرفتن. پیغمبر علیه السلام خود شخصیتی است که خود میشناسه، صداقت و امانتش مکمل مشاهده میکنه. و اما ثمود، هرچی ثمودیا بود، فهدیناهم، یعنی ما با واسطه انبیاء علیهم السلام رای توحید و ایمانیات دلایل برشان پیش کردیم. فاستحبوا العمى، و برگزیدن نابینایی را، بجای از اینکه تفکر بکنه خدا نابینا جور کردن. علی الهدى، بالای راهیابی. فاخذتهم صاعقه العذاب، گرفت یاره صاعقه العذاب، آواز هیبتناک و سخت از عذاب. از کدام عذاب؟ الهونه، عذابی که ذلت آور بود، بما کانوا یکسبون، بسبب ازی که مسلسل یا اعمال زشت کسب میکردن. و نجینا الذین آمنوا، نجات دادیم کسانی که ایمان آورده بود، و کانوا بودن یتقون، مسلسل توسط اعمال درست خود نگاه کردن از کفر و شرک از عذابم. و یوم یحشر اعداء الله، روزی که جمع کرده میشه دشمنای الله، یعنی کسانی که مخالفت کننده حکم الله و رسول الله است.